خوش آمدیم. صرف ما امروز ما سر یک تب نو مایکروسافت ورد کار میکنیم که او است انزرت تب. انزرت تب چی کارایی به ما انجام میده؟ ما سر سیاله باز میکنیم. خب هر بخشش که هست شما دیده میکنید که هر بخش یک نام داره. این نام همی چی که دیگه فعلا دی چهار بغلش وجود داره ای کلش همین بخش زیرین بخش میگیره. نامشون هست اینجا پیجز هسته، اینجا تیبلز بخشش هسته، اینجا illustrations بخشش هسته، اینجا میدیار بخشش هست، اینجا لینک ها را بخشش هست، اینجا کامنتس بخشش هست، اینجا در فوتر بخشش هست، این تکست بخشش هست و این دیگه سیمبول بخشش هست. هر کدام کش کس از خود داخل خود چندین کارهایی را که انجام میده ما سر سوال باز میکنیم. خب کور پیج، کور پیج اد میکنه یک پیش از یک چیز دیزاین شده گیره بسیار بسیار نه یک پروفشنال با حساب یعنی یک بندر داشته می باشه سرزو پور اد میکنه اینجا با و اینجا ما سرش کلیک میکنیم. اینیا که هسته دیزاین هایش هستن میتونین اوکی. هر پیج که هست اینی مثل که ما اگر یک کتاب شهر یا کتاب اگر سر دیده باشین که یک ورقت یا یک چیزش می باشه این ما کور پیج این از اونو اد میکنه دست روی کجا داری اول صفحه دوباره داکیمنت ما. خب بعد از اون داریم بلانک پیج. بلانک پیج که هست یک صفحه صاف، یک صفحه نو که مکمل خالی می باشه و هر جایی که ماوس ما این الان در جایی می باشه دانمون چی میکنه او را وارد میکنه. خب باز داریم پیج بریک. پیج بریک که هست سر چیز ما چی میکنه سر چیزی که ما نوشته کرده باشیم سرزو که حساب طریقه ماوس ما اوجه چی میکنه یک نو پیج شروع میکنه بین هر حرف باشه یا بین هر چیزی باشه بین زمین چی میکنه یک خط واری میکشه و سیکشنز جور میکنه و چی که صاف نگاه میکنه به حساب ما هر بخشش هر گوشش مکمل میسازه یعنی هر تقسیمش میکنه و هر چیزش که هست بسیار صاف نگاه. خب بازو میایم به بخش تیبلز. با تیبلز چی کار میکنه؟ در تیبل که هست که یک کاری فعلا میتونید تیبل که چی کار انجام میده که وقتی ما تیبل اد میکنیم تیبل ایده میتونیم این تیبل هست. حالا تیبل چی قسم باشه؟ تیبل که هست اینی چیزا رو داشته باشه که هر بخشش ما درش از خود یک چیزی نوشته کرده میتونیم و اینجا که هست ما میتونیم به دلخواه خود چقدر که چیز داشته باشه او را اد کرده میتونیم. روز این کالمز میگشه خب که هست یک بک عددش هست این به جود عددش هست روز که پایان میره کالمز که به حساب چارخونی میسازه میشه. خب این ما به طریقه زی اضافه کرده میتونیم. insert table که هست این همچنان ماده یک کاری انجام کرده میتونیم که ماده میتونیم که اد کنیم میشه. حالا اد کرده از کجا میتونیم اگر اکسل نامش شنیده باشید اکسل که است از مایکروسافت که است و هم کلش همین قسم است و هر کدام یکیش یک تیبل است و خودش هر صفحهش یک تیبل است و او رو میتونین که کاپی پیست کنین یا انسرتش کنین از اونجا دایرکت به درا تیبل ای ما اجازه زیر میده که ما خودمون ما رسم کنیم یک تیبل همراه روز این کالمزش که هر بخشش یک سل واری می باشه یک چارخان دیوار واری می باشه. خب convert text to table خوی آپشن یعنی تکست خودمون به تیبل تبدیل کرده میتونیم.
خب یعنی در بینشان خط میکشه، او را چارخون میسازه او قسم. اکسل ازش او را ما میتونیم از اکسل چه خود ایجاد چی کنیم، پیش کنیم، انزرتش کنیم. و دیگه کویک تیبلز، تیبل های مختلف. حالا تیبل های جمع، روزهای هفته، اه، ما چیز به حساب ماه هایشان که طریق های مختلفش که شما دیده میتونین. ماه ها را همت کرده میتونین. خب کلش بر چی استفاده میشه؟ بر هر کدامش از خود یک ذرت داریم که بر کدام یکیش ما یه اضافه کرده میتونیم. یکان دانیز یا کسته در بخش چیز دیده میتونین. اگر فوتبال یا کدام چیز دیگری دیده باشین در مسابقات دی چیزا کسته ما همین چیزها رو اد میکنیم و همین قسم دیگه به باره یکان چیزای دیگه اد کرده میتونیم. مثلا حرف های یا سیمبول های زبان های مختلفه. خب اینجا ما دیگه چندین دانشو داریم و هر کدومش مختلف یک کاری را انجام میده. خب این هم بخش تیبلز بود. حالا میایم به بخش illustrations. illustrations چی کرده میتونیم؟ خب insert picture. خب اینجا که هست ما میتونیم که اگر تصویر اضافه کنیم که او به سه شکل میشه. یک شکلش هست this device، ای که از کامپیوترتان اگر در کدام جای در کدام بخشش وجود داشته باشه او را میپاله. دومش از stock images، ای که است چی میکنه که در خود چیز که است مایکروسافت از خود آفر میکنه عکس ها را. خود در نظرم برزو با شما پیسه بتین یک فیس می باشه او را تحویل میکنین و ایره با شما استفاده کنین. و باز آنلاین پیکچرز است. ما میتونیم که آنلاین بریم و عکس را اول عکس پیدا کنیم و او را طریقه دایرکت او را پیست کنیم در چی خودم در مایکروسافت ورد خودم. خب باز داریم شیپس این شکل شما دیده میتونین. این شیپ هاسته که صورتشان وقتی که پیدا شد ما او رو چی کرده میتونیم اد کرده میتونیم در کجا در روی صفحه خودم دیجه. شما رو به مثال تار نشان بدیم. خب اروزه اینی قسم چی شد؟ چی شد؟ خب باز شیپ فرمتی ها که است یک وقتی که ما یک چیز رو انزرت کردیم ما باز دوم میخوایم تغییرات بیاریم یا شکلش تغییر بیاریم یا سایزش یا رنگش یا چیزی درش اضافه کنیم نکنیم برزونو ما از استفاده میکنیم. به طور مثل که یک خطه که ما شما درش چیز تغییرات میاردیم همون قسم دیگه هم آورده میکنیم. مثال تا اینجا میایم. خب همین قسم ما میتونیم که هر بخشش چی کنیم تغییرات بیاریم. خب آیکونز چی است؟ اینجا یک آیکون انسرت میکنه. آیکون ها اگر فکرتون شده باشه فیسبوک آیکونش است F ای رقم نه. واتساپ آیکونش مثل W وری می باشه. اما قسم اینستاگرام و قسم یک بطن تصویر وریسته یک عکس وریسته. و یا تویتر اگر دیده باشید سابقه یک توتیک کوری بود و حالا تبدیل شده است خالی به حرف X. خب همون قسم یک کلش که هست این اکانت گفته میتونیم و او رو چی کده میتونیم انزرت کده میتونیم تا ما بیان کنیم یا بیان کردن یا خط مورد کدام چیز ما که ما که ضرورت باشه اون وقت ما از استفاده کرده میتونیم. 3D مدلز. خب 3D مدل ها رو ما میتونیم اد کنیم که او رو به حساب ما میتونیم به شکل سه زله ما گفته میتونیم یا سه زله‌ای که هسته یا سه زاویه‌ای که هسته او رو ما یک چیز دیگه پیش کرده میتونیم. وقت از کامپیوترتان وجود داشته باشه او رو پیست کرده میتونین پیدایش میکنین و او رو اینسرت کرده میتونین. و باز دومش هست استاک که ایمانیزی است که شما میرین و چیز خودشان میپولین در بخشایی که مایکروسافت از خود آفر میکنه دو میتونین پیدا کنینشه. خب باز داریم سمارت آرت که است اینی چیزهایی که ما یگان وقت یگان جای میبینیم در یگان چیزایی که با بیان کردن می باشه لیست ها رو برای همه چیزها که است ما از اینها استفاده کرده میتونیم از این شکل ها وقتی که ما ضرورتشان رو پیدا کنیم اون وقت ما رو اضافه کرده میتونیم. خب
دیگه شکل به شکل است. دیگه ما میتونیم که با بار یک نفر معلومات بدیم که عکس هایشان دیگه داخل باشه و در زیرش معلومات باشه که اینی نفرهایی که هسته میتونه بیان به حساب دو وقت ما میتونیم ازش چیز کنیم استفاده کنیم. خب چارت چی هسته؟ چارت اگر شما بلد باشید اینی را چارت میگه. از اینی که هسته مردم زیاد استفاده میکنه از چارت ها. رنگ ها قسم های فرق میکنه. این قسمش هم است، این قسمش هم است، این قسمش هم است. دیده میتونین ایگه است باره هر چیزی که است استفاده میشه. اه، به شمول یک چیزی که فروخت یک چیزی در کدام ماچقه بود برزو استفاده کرده میتونین، یا مصارف اینی مایتون چقه بود تو را برش از استفاده کرده میتونین. چارت ها را مردم به اینی چیزها استفاده میکنه و دیگه در درس های خود میتونین استفاده کنین. اینجا باز ما شکل هایش داریم، لاینکیش هم داریم که به طریق لاین که دی ما پایان رفته بود دی ما بلند رفته بود. باز پای است که یعنی طریقه زی چارت است که یکیش این نفر مصرف کرده، یکیش این نفر، یکیش یا یکیش دینی سه ماه اول یک مصرف کردیم یا ده سه ماه دیگهش یک کردیم، سه ماه دیگهش یک کردیم و دیگهش این مود قیس یک کیک بوری هم گفته میتونیم میشه من کده میتونیمش. بارز است اینی قسم که دینی ما یک پیش رفتیم چیزی برزی دیگه ما از این کل استفاده کرده میتونیم. خب این قسم هم کرده میتونیم چیزی که مختلف رنگارنگ مختلف رنگای است. از این طریقه هم است چارت های رنگارنگ و مختلف چی میکنیم استفاده کرده میتونیم و شکل های مختلف میتونیم استفاده کنیم تا از چارت های که مختلف رنگ هایش است که شما چی کرده میتونین و بیان کردن و به نشان دادن یگان چیزی استفاده کرده میتونیم و ایره انزرت کرده میتونیم و بازیش خودتان چیزی که میخواین به باره چیزش معلومات بتین پول اضافه کرده میتونیم. خب بعد از این اسکرین شات هسته که یک اسکرین شات میگیره مثل که در شمال در موبایلتون میگیرین در روی اسکرینتون یا روی داکومنتتون که هسته در چی کرده میتونین اسکرین شات گرفته میتونین. خب شما اینجا دیده میتونین و میتونین که اسکرین شات بگیرین. خب ویدیو ها چی هسته؟ ویدیوهای اینترنتی رو ما میتونیم هم اد کنیم. به طور مثال یک مقاله نوشتین، یک جورنالیست با حساب که هسته یا جورنالیست ها که هستن که گاهی وقت مقاله ایشان میبینین در گوگل یگان چیزی میه که باز ببینین پایان میبینین که یک ویدیو هم هسته و چطور او ویدیو ریجه ویدیو یوتیوب می باشه لیکن در صفحه چیز می باشه، صفحه یک اخبار می باشه یا کدام مجله می باشه. اگه دو کس از این طریقی آنلاین مجله رو میگم دو کس از چی استفاده میکنن از این یک طریقش هست که لینک سوری ویدیو رو پیدا میگیرن و او رو اینجا پیست میکنن در داکومنت خود و باز رو چی میکنن ثبت میکنن و باز رو که پابلش میکنن یا ایره شریک میکنن یا شیر میکنن که دنیای خود دنیا به حیث یک مقاله دو وقت ویدیو رو مکمل ویدیو میه این طریقش هست. خب بعد از این لینک داریم، لینک است وابستگی رو هم گفته میتونیم که یک چیزی ما وابسته چی می باشه. حالا مثل که گفتم ویدیو ها کسته یا لینک به حیثش من لینک میشن یعنی ای کسته مستقیم راه داره همراه چی همراه ایز ویدیو که در یوتیوب هسته و این لینک ها رو ما میتونیم که دیگه وابستگیشه دوام بدیم. خب همچنان ما همچنان از بوکمارک یعنی یک جای را یک جایش نشانه کردن هم گفته میتونیم از هم استفاده کرده میتونیم. باز insert cross reference که هست. خب این که از چی کار میکنه که ما وقتی که یک چیزی یک خط یا یک عنوان نوشته کرده می باشیم یک کتزو یک وابستگی میده دیگه کتکی دیگهش وابستگیش میده و امور مستقیما در هر میتونه در صفحه 20 باشه صفحه 100 باشه شما میتونید که ببینید و او را کتزو وابستگیش ایجا به طریقی زی چک کرده میتونیم. مثلا طور مثال ما ایجا دیدیم یک تیبله
ما انسرت کردیم. خو تیبل ما در صفحه دوم انسرت کردیم، حالا در صفحه 20 هستیم، در اونجا بازی تیبل ما رفرنس کردیم و چی میکنه که دیگه چکش میکنه که در آخر کدام تغییرات نامده. اون وقت ما از این استفاده کرده میتونیم و چک کردن برای شدیم استفاده کنیم. خب کامنت چی است؟ کامنت این تو قسم حالا یک چیز است، یک خط است یا یک مقاله است شما نوشته میشه و از ما رئیس که وقتی میخواه که من یک چیزی بگه با بارزی ختم یا دی کدام جای ما خرابی کردیم یا کدام جای یک چیزی معلوماتش غلط است یا صحیح است یا خوب شاباشی برش میته، از اینجا وقت ما میتونیم یک کامنت بدیم. و طوری که شما در فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ کنی. خب فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک دیجا که هست کامنت مردم میتن، اما قسم اینجا هم کامنت میتین. خوی کامنت مشخصا با خودتون میباشه. بازو داریم میره اول درش کنم. خب الان نوکی چرا در نمیشه بعد اضافه میشه اما در نمیشه. من میره این طرف رو اگذره یک. خب اینجا ریپلای هم داده میتونین، ایران در ذهنتون بگیرین. خب ما از اندو کار میگیریم. خب دیده نظر دویش در کردیم. خب باز داریم هدر. ای که است به ما چی کمک میکنه که در هر صفحه ما که است باره معلومات چیز ما میتونیم که چیزی که به حساب معلومات مهم می باشه، مثلا عنوان می باشه، مثلا نام نویسنده می باشه، یا میتونه که نمبر برک باشه. در کتاب ها چیزا که استفاده میکنیم از اون اینجا ما استفاده کرده میتونیم. باز داریم فوتر. ای که است در زیر یا مون کار میکنه هیدر میکنه خویی در نقطه آخر صفحه میکنه، نه که در اولش یا در سرش. خب سرخطش ما میتونیم این قسم ببینیم میشه، این قسم هم دیده میتونیم. بسیار طور شکل ها اینه، صفحه نمبر صفحه را برش هم استفاده کرده میتونیم. خب این دیگه این سینی بسیار چیزای داره، طریقای داره که شما میتونین که چیزی که ضرورتتان شد از اونم شما میتونین که استفاده کنین. این پیج وان نوشته است هم تو صفحه دوست هم تو سه چهار کلش شده شه تو وجود داشته می باشه. میتونه که نام چیز چپتر یا چیز کلش معلوماتش شما اینجا به طریقه هدر یا فوتر چی کنین وجود داشته باشه. یعنی در اسکرینتون یا در خطتون میتونین این رو بیارین. اوکی. باز داریم پیج نمبر که پیج نمبر اد کرده میتونین در تاپ یا در سر به این شکل هم اد کرده میتونین، به این شکل هم اد کرده میتونین. این مختلف طریقه است. در زیرش هم اد کرده میتونین از سفر آخرش. نگه اینجا دیگه حد چیزایشانه یا سایزش ایش ازش استفاده کرده میتونیم. در پوزیشن کدام پوزیشن دی پوزیشن به حساب دی موقعیتش یا دیگه موقعیتش یا موقعیتش به حساب خودتان انتخاب کرده اینجا هم پیست کرده میتونین که اون نمبر آدانمو پیش شوه. خب باز داریم فرمت دیگه، باز فرمت کرده میتونیم بشه دایش، یعنی مثل که طوری که شما خط فرمت میکنیم در هوم تب اما قسم دیگه هم دو هم تغییرات آورده میتونیم. و ریموو پیج نمبر دیگه پیج نمبر یعنی چقدر که پیج نمبر زد کردین کلش چی میکنه صاف میکنه. خب یه میایم با تکست. در تکست چی داریم؟ در تکست ما داریم تکست باکس ای که است یک چاپکاته کوری می باشد، داخل از ما خط استفاده کرده میتونیم. مثلا شما در یک قنج امی چاپکاته زدین و دیگه بغلش یک عکس هسته و باریز شما معلومات میدید. مثلا مسجد یا باغ بابر مثال میگیریم. باغ بابر هسته در کابل و باغ بابر عکسش اینجا میزنین و چی میکنین یک تکست باکس میخواید بردین که باز اون شما معلومات میتین ببارش که در کدام سال جور شده، برای چی جور شده، چی علتش بوده، چی نبوده. اون اضافه معلومات شما میتونین در یک باکس بتین
یعنی یک لوکستر یا یک قسم که به حساب دیگه سر فرمتینگ خودتون از شما چه قسم میخواین و یعنی به او حساب مردم از استفاده میکنه. اینجا مختلف چیز هست، مختلف تکست باکس هست، رنگ های مختلف هست، شکل های مختلف هست، از کلشان استفاده کرده میتونین که کدامش بد خوشتون آمد اون مورد استفاده کرده میتونین. باز دارین کویک کویک پارتس. کویک پارتس چی است؟ اتومات تکست است. خب از این کل چیزا که هست ما زیاد اضافه کرده میتونیم به باره یک چیزی در چی خود در صفحه خود یا در داکومنت خود. فیلد یا ما میتونیم که یک فیلد انسرت کنیم، بلدینگ بلاکس و دیگه به حساب یکان چیزایی که نقطه به نقطه ما یکان چیزا رو اضافه میکنیم اون رو کلش اینجا ما در یک جای داریم، در پارتس ما رو اد کرده میتونیم یا اضافه کرده میتونیم. باز داریم ورد آرت. ورد آرت چی است؟ خب اینی رو ورد آرت میگه که در کلمه دیزاین ها وجود داشته می باشه اونها رو ما چی کرده میتونیم اضافه کرده میتونیم. خب سلام برسه استاد. علیکم سلام. من شکریه سبزه هستم. خب خوش آمدیم. باشه باشه. استاد نام دازیری نیست؟ او رو ما در آخر صنف چک میکنیم. درست استاد، تشکر. بله. خب من بازم براتون یک دفعه یک چیز رو یادآوری کنم. کوشش کنین که وقتی که در صنف فین اگر وقت آمدین صدا نکنین، سلام هم نتین. در آخر صنف کدام میتونین سلام چیز کنین. فقط همتون میگم و شکری جان مشخص نگفتیم که با فکر کنم که مبارزه گفتیم نی ای ده ذهنم بود که ما باید برتون ده صنف شروعش یاد میکردم. خب خیر به وقت زیادتر شاگردان نبودن. خب بازم کوشش تانی باشه وقتی که ما کامپیوتر ده صنفش می باشیم ما رکوردینگ روان می باشه در جریان درس و خصوصا کسی که سلام علیکی میکنه و یک دفعه صدا میکنه ما فکر ما چیزی که ما در ذهنم یا چیزی که ما در تشریح می باشیم او خراب میشه. موضوع رو پس پس te ذهن خود آوردن و پس توجه کردن بر ما سخت میشه. از خاطر کوشش تانی باشه اگر مشکل تان است هر چیزی سوال می چیزا رو براتون در شروع سن گفتم در آخر سن فاز میکنین وقتی که ریکاردینگ بند شد اون وقت از ما سوال کنین هر چیزی که مشکل تان می باشه ما که تان در وقت کمک کرده میتونم در جریان سن نکنین که درس ما خراب میشه. اوکی تشکر. من ریکاردینگ پس روشن میکنم and yeah. خب وردارد چرا تو هست شما خواهدین که چرا وارداتتان سیاست استاز چیزی به ما معلوم نمیشه از این خاطر که ما نه از مرا کامپیوتر مکس در دارک مود است یعنی تاریکی بودن در حالتش هست من تاریک ساخته میشه. خب من ایره چطور کنم من ایره چی میکنم که درش تبدیل تبخیر میارم. خب display. خب حالا دیده میتونین که تکست ما چه قسم معلوم خواهد شد به این شکل. من اینو چی میکنم صاف میکنم. حالا من نوشته میکنم که سلام. دیدین که همون قسم که من براتون گفتم هم به شکلش هم اینجا تغییر تبدیلات هم آورده میتونیم داشت چرا که شیپ فرمت هسته اینجا ما داشت تبدیلات تغییرات دیگه هم مختلفانه چیزا رو ما میتونیم چی کنیم داشت بیاریم. خب خب این دیگه تغییراتش هسته که ما میتونیم دی تبدیل تغییر هم بیاریم.
خب پس میایم به insert. ما بودیم در وردارت دیگه. اینی شکل ما میتونیم که هر چیزی را، هر شکل خطی که ما میخوایم یا چیزا ضرورت داریم اون رو ما اضافه کرده میتونیم. اینجا دیگه میتونیم مختلف شکلایش هسته، این کلش ازش چیزی استفاده کرده میتونین. خب دراپ کپ که هست خب این که هست به ما چی کار میکنه؟ این که هست به ما یک حرف اول یک لغاته، الفبای اولشه، یعنی چی میکنه؟ اه، کلان میسازه و بسیار کلان به حساب میسازه، مثل که در وارد ها دیدین اما قسم کلانش میسازه در شروع یک پاراگراف. او را ما کلان ساخته میتونیم از طریقی چی؟ از طریقی دراپ کپ. خب اه، باز چه داریم؟ خب دیگه ما باز داریم سیگنیچر لین. خط خدا نباشید ما سیگنیچر لین داریم. ما میتونیم که امضای خود اد کنیم. باز امضای خدا رو ما میتونیم که اد کنیم. دیت and تایم یعنی تاریخ و وقت هم میتونیم اضافه کنیم. و باز داریم آبجکت. تا آبجکتی که میتونیم که ما یک شامل شده ای یا حذف شده ای و یا یک تکست یا ما میتونیم چی کده میتونیم که یعنی یک چیز ما تو صحیح بسته میشه یا صحیح شاملش میشه نصبش میشه. اون رو ما میتونیم تکست یا آبجکت از یک دیگه فایل چی کنیم در داکومنت خود اضافه کنیم. خب آبجکت است یا تکست است او رو شما خودتان چی کده میتونین در بخش خود اضافه کرده میتونین. خب اینجا دیگه داریم اکویژن. خب این دیگه به حساب اگر شما با باره ریاضی یا با باره کدام فرموله، مثلا کسی اگر انجینری میخوانه و کستن آن وقت چی میگن که یک فرموله یا یک سوال از برشان داده شده است که میگه حل کنین و باز میگه که شما رایت آن کل شده زبان انگلیسی بنویسین. خب اون وقت چی میشه که شما فرموله رو ضرورت پیدا میکنین و یا او چیزا میخواین ضرورتتان میشه کوره اضافه کنین چیزی که در سوالتان بود و سوال برتان کدتان در کتابتان است، لیکن کدت ما به حیث یک سافت نیسته که شما او را صرف بارش مقاله یا یک چیزی نوشته میکنین. دیگه چی میکنین این وقت از این استفاده میکنین میتونین و باز میتونین رو اضافه کنین و باز سرش نوشته کنین که ما این را گرفتیم که ما حل کرد و اختصار به زود ما از این استفاده کرده میتونیم. خب باز داریم سیمبول ها. سیمبول های ایرو، پاوند، ین، کپی رایت ساین، registered sign، trademark sign، plus minus sign، مساوی نیسته، less than or equal to. باز داریم تقسیم ساین علامشه، از ضرب علامشه، از نامحدودی علامشه، از مایکرو رساینشه یا علامشه گریک سمال لتر الفا. همچنان اینجا دیگه کل زی علامه است وارد شما چی کده میتونین اضافه کرده میتونین. من میام یک چیز اضافه کردم اینه زومش خواه کردم شکلش ده شکل یک مسکان است یا یک خنده است و امرو یک شکل که خورتره که که ما ده موبایل خود زیادتر مردم استفاده کرده میتونیم یا ریاک کرده میتونیم از طریق پیسی. خب او را ما چی کرده میتونیم باعث یک سیمبول اد کرده یا اضافه کرده میتونیم. یا هم درس چی ما بود؟ درس insert tab ما بود. خب